امروز در سراسر تاجیکستان روز جوانان تجلیل می‌گردد و در شهر پنجکند باشد با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی و عید جوانان تجلیل می‌گردد. حالا باشد در نزد مجمع رمز کتاب جمع آمدند تا راهپیمایی عیدانه را بخشیده بر روز جوانان برگزار نمایند. من دولت آموزگار کالج طبی شهر پنجکند امروز با مثبت جشن جمع آمدیم. همه جوانان جمهوری تاجیکستان تبریک می‌گویم. با آنها در آینده موفقیت‌هایی که نو توانایی دارند. می‌خوایم همیشه بیرق تاجیکستان را در عرصه جهان بالا برداریم. بهزاد محمدی سرمتخصص بخش کار با جوانان و شهر پنجکند امروز شکرگزار از آن هستیم که به واسطه راهبری پیشوای معظم ملت ما جوانان دوران استقلال در یک وطن صلح و ثبات زندگی داریم. البته شکرگزار از آن هستیم و امروز بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان در یک فضای صلح و ثبات جوانان کسب و کار گوناگون شهر پنجکند، گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی، ورزشکاران یک راهپیمایی وسیع تشکیل کردگی هستیم. البته این هم با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده و بخش کار با جوانان می باشد. من فکر میکنم همین جوانانی که در دوران استقلال زندگی دارند البته هر یک نفس کشیدگیمون باید شکر کنیم، شکرگزار باشیم، برای وطن و ملت خودمون صادقانه خدمت کنیم. چه خیلی که میگویند پیشوای معظم ملت جوانان آینده ملت هستند. من فکر میکنم جوانان امروز آینده ملت هستند. امروز ببینید جوان برای ما جوانان تمام شرایط ها تمام امکانات ها فراهم آوردگی هستند. روز جوانان تاجیکستان با کل جوانان شهر پنجکند و جوانان تاجیکستان مبارک باشد. من اکرام زمیر گیرنده استیپندی پرزیدنتی باشم. امروز در شهر پنجکند جشن جوانان برگزار گردیده استوده است. ما گیرندگان استیپندی پرزیدنتی با فخر میکنیم که در تاجیکستان آزاد زندگی میکنیم. جوانان جمهوری تاجیکستان را با عید جوانان تبریک میگویم. من رضا و رخشانه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 گیرنده استیپندی پرزیدنتی. ما جوانان دوران صاحب استقلال شکرگزاری از آن مینماییم که در چنین دولت صاحب استقلال زندگی مینماییم. من سپاسگزاری خود را سراول به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. بعد به رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده، رئیس شهرمان عبدالخالق خالقزاده میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط ها را فراهم آوردن. جواباً به این غمخواری ما با بهای خوب و اعلی تحصیل مینماییم و تمام جوانان جمهوری تاجیکستان را با روز جوانان تبریک مینمایم. من ایسوبکوف اکمل امروز ما از فرصت استفاده بردم بر روز این جوانان شهروندان را تبریک و تهنیت گفته. جوانان را ما من کارمندان بخش فرهنگ شهر پنجکند با تشبث خسرو امانقلوف و رئیس کتابخانه شهر پنجکند محترم با مولای و زرینه من اینجا کارمندا جمع آمدیم که امروز روز جوانان را جشن گیریم. همه جوانان را ما تبریک و تهنیت میگوییم. راهپیمایی عیدانه در باغ پرچم شهر پنجکند چهاربینی فرهنگی بخشیده بر روز جوانان تحت شعار دنیا پر از جوانی است برگزار می‌گردد. امروز ما در تاجیکستان صاحب استقلال آباد آسوده تنج زندگانی میکنیم. ما با جوانان افتخار می‌نماییم زیرا پیشوای معظم ملت گفتند که جوانان آینده ملتند. بنابراین ما در همین روز سعید روز جوانان تاجیکستان همه جوانان تاجیکستان را به این روز تبریک و تهنیت گفته برایشان تمام خوشی‌های روزگار را تمنا می‌کنیم و آرزوی آن را داریم که
جوانان تاجیکستان همیشه وطن دوست، آبادکار، سازنده باشند. ما به جوانان اظهار باوری می‌نماییم. با مناسبت روز جوانان تاجیکستان سخن با کمال احترام با معاون یکم رئیس شهر پنجکن و محترم سفرزاده محمد صادق. در این ایام زیبا و گلریز بهار روز جوانان تاجیکستان با چاره‌بینی‌های رنگارنگ خاطرمان تجلیل می‌شود. در این لحظه ها همه شمایان جوانان پنجکن باستانی را به حیث نیروی سازنده امروزه کشور صاحب استقلالمان و سازندگان آینده آباد و زیبای تاجیکستان و افتخار روز جوانان مملکت صمیمانه تبریک و تهنیت گفته نخست برایتان تن صحت، تفکر سالم و در رشد و شکوفایی کشور خورشیدیمان کامیابی‌های نو و نو آرزو می‌نمایم. باعث فرحمندی است که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جوانان را نیروی سازنده و بنیادکار و پیشبرنده جامعه نوین کشورمان و آینده خلقمان اعلام نموده در حل همه مسئله‌های حیات جامعه و دولت تا امروز به آنها تکیه می‌کنند. توجه به جوانان، غمخواری به آینده ملت تاجیک و تحکیم نیروی دولت تاجیکستان میباشد. تاکید نمودند پیشوای معظم ملت. واقعا جوانان همچون نسل آینده ساز دولت و ملت همقدم نظام دولتداری نوین تاجیکان دنیا بوده شکرگزارانه در فضای مملکت بیشتاسا به کمال میرسند و از شرایطی برای آنها فراهم آورده دولت و حکومت مملکت وظیفه‌های خود را در نزد جامعه با مسئولیت بلند اجرا نمایند. آنها همچون نسل تشبسکار و آینده‌ساز در سراسر کشور و کارهای سازندگی و بنیادکاری مشغول میباشند. امروز فعالیت جوانان ما میان جامعه خیلی تقویت یافته. آنها در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نقشی نظررس دارند. جوانان ما همقدم زمان بوده. آنها در مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی کشورمان و خارج از آن علم و دانش می‌آموزند. اعلام گردیدن 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعی، دقیق و ریاضی اقدام نوبتی حکومت مملکت برای دستگیری نورسان و جوانان است. زیرا در دایره این برنامه جوانان علم دوست می‌توانند روی به آموزش علم‌های حیاتاً مهم آورند و در رشد منبعده کشور سهمی باسزای خود را گذارند. امروزها قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، درباره تربیت جسمانی و ورزش، استراتژی سیاست دولتی جوانان تا سال 2030 و کانسپت ملی سیاست دولتی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای فعالیت جوانان در جامعه زمینه مستحکم می‌گذارد. یکی از مسائل مهم سیاست کشور با شغل دائمی تامین نمودن جوانان بوده. در این سال مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن برای در عمل تطبیق نمودن این هدف عالی مملکت جوان دختران و جوان پسران را به کسب هنرآموزی جلب نمودند. جهت صاحب کسب نمودن جوانان با بنیاد انشاءات‌های مهم استحصالی و خدمت‌رسانی و با شغل دائمی فراگیر نمودن آنها تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده ایستادند. در شرایط مرکب گردیدن اوضاع جامعه جهانی و وسعت‌یابی تهدید و خطرهای نو و امنیت دولت‌ها و ساکنان سیاره از جمله تروریسم، افراطگرایی و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی جوانان باید هوشیار و فعال باشند، زیرکی سیاسی را از دست ندهند و برای حمایت صلح و ثبات، آرامی، وحدت ملی و حفظ منفعت‌های دولت و ملت همیشه آماده باشند. جوانان ما در ترغیب طرز حیات سالم و عمومی گردانی ورزش که یکی از هدف‌های مهم حکومت مملکت میباشد سهمی بسا نظررس دارد. ساخته و استفاده دادن انشاءات‌های زمانوی ورزشی خود گواه آن است که
توجه سرور دولت و سالمی جوانان و شغل آنها به ورزش خیلی زیاد است. در مرحله رشد دولتداری ملی ما جهت پیشبرد سیاست دولتی جوانان و فراهم آوردن شرایط مساعد برای انکشاف جوانان تمام زمینه‌های معیاری حقوقی مهیا گردیده یک سلسله برنامه‌های ساحوی عملی شده ایستاده است. برای دستگیری و هوسمندگردانی جوانان صاحب استعداد شروع از سال 1998 تا این جانب استیپندیاهای پرزیدنتی، کوتای پرزیدنتی، استیپندی بین‌المللی پرزیدنتی، درخشندگان، گرانت‌های حکومت تاجیکستان در سمت تربیت وطنپرستی جوانان، جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان لیاقتمند و تأمین عائله‌های جوان با منزل و قطعه زمین مقرر کرده شده. سال از سال جلب جوانان در اداره‌کنی دولتی و پیشبری آنها به وظیفه‌های راهبری کننده افزوده ایستاده است که همه این اقدامات همچون دلیل همکاری‌های پیوسته دولت و حکومت مملکت ارزیابی می‌گردد. سال گذشته در اساس دستور راهبریت دولت ضمن ملاقات با مسئولین ساحه علم و معارف و اهل زیای کشور شماره استیپندیاهای پرزیدنتی برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 400 و 3000 شماره چنین استیپندیاها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی از 100 و 500 و برای اسپیرانتان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و علمی از 15 و 50 رسانیده شد که از شهر پنجکن 95 نفر خوانندگان بالیاقت برای گرفتن استیپندیای پرزیدنتی مشرف گردیدند. در دایره تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان و جهت اجرای دستور سفارش‌های پیشوای ملت و رشد ساحه جوانان و ورزش از جانب ساختارهای مسئول شهر توجه خاصه ظاهر کرده شد. در شهر پنجکن شماره جوانان 106,400 نفر را تشکیل می‌دهند که از آنها 49% را دختران تشکیل می‌دهند. برای در عمل تطبیق نمودن سیاست دولتی جوانان در دوره حساباتی در سمت تربیت جسمانی و ورزش در سطح شهر زیاده از 36 مسابقه‌های گوناگون ورزشی با فراگیری 7920 نفر جوانان از جمله 1980 نفر دختران گذرانیده شدند. از روی نتیجه‌های مسابقه‌های شهری دسته ورزشکاران شهر برای اشتراک در مسابقه‌های مختلف جمهوریوی و بین‌المللی تأسیس داده شده. ورزشکاران در مسابقه بین‌المللی شرکت ورزیده سزاوار مدال‌های طلا، نقره و برنجی نیز گردیدند. همه این مظفریت‌های جوانان از متحدی و سرجمی و یگانگی دولت صاحب استقلال تاجیکان حرف می‌زند. در زمین جوانان کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همچون اساسگزار دولت نوین تاجیکان و معرفگر اصیل ملت تاجیک در عرصه بین‌المللی نقشی بالا دارند. با تشبث و اقدام‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن روحیه سیاسی جوانان و فراهم آوردن شرایط مساعد تربیت عاقلانه نسل نورس همساله سلسله اقدام و غمخوری‌ها از قبیل تشکیل آزمان‌های عمومی جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، تأسیس تلویزیون جمهوری کودکان و نورسان بهارستان، تشکیل تلویزیون ورزش، برنامه‌های تلویزیونی پروین و آواز طلایی شهادت دهنده آنند که جایگاه جوانان و نسل دوران صاحب استقلال برای پیشوای ملت و حکومت دولتی ما مقدس ارزیابی می‌گردد. با استفاده از این امکانیت‌ها جوانان با ننگ و ناموس شهر و دیهات پنجکن در این آزمون و برنامه‌ها شرکت ورزیده غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است رعنا نصرالدینова رخشانه و رودکی ناروف‌ها دانسته شدند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن
пайваста талош дорад ки сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои муаззами миллатро дар амал татбиқ намуда дар заминаи кӯшиши талошҳои раиси вилояти сух муҳтарам раҷаббой аҳмадзода ҳамаи тадбирҳоро барои беҳбуд гардидани ҳаёти сиёсии ҷавонон дар шаҳру деҳоти Панҷакент роҳандозӣ намояд. наврасон ва ҷавонони арҷманд бо як ҷаҳон ихлосу самимият бори дигар ҳамаи шумо иштирокчиёни ин ҷамъомади бошукӯҳ ва ҳамаи ҷавонони диёри азизамонро ки ворисони арзандаи миллату давлати соҳибистиқлол ва насли ояндасози ватани маҳбубамон мебошед ва ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон табрик гуфта ва шумо бахту иқболи баланд комёбиву сарбаландиҳо дар рӯзгоратон ва нерӯи тоза ва иродаи қавӣ ҷиҳати ободу зебо сохтани ватани азизамон истиқболи сазовору 25-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ 30-солагии иҷдодсияи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таманно менамояд. ҷашн муборак бод ҷавонони ояндасози миллат. инак маросими супоридани сипосномаҳо тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент барои як қатор ҷавонони фаъол. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сипоснома ба Бердимуродов Ойбек, чемпиони ҷаҳон оид ба намуди варзиши вазнбардорӣ барои фаъолияти босамар арзанда дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон инчунин иштироки фаъолона намудан дар корҳои ҷамъиятию сиёсӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. чунин сипоснома ба Ҳасанов Зокир, панҷкарата чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон. сипоснома бобомухбек, мураббии варзиш аз рӯи намуди гӯштини тарзи озод, чемпиони Осиёи миёна. сипоснома ба Зулфия Холмуродова, сарояндаи хушсадои шаҳри Панҷакент. ҳамчунин сипоснома ба Шарифов Испандиёр, соҳибкори ҷавонтарини сол дар шаҳри Панҷакент. сипоснома ба Азимзода Бойтӯра, ваколатдори калони оперативӣ оидаҳои махсусан муҳим, шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар гурӯҳи ноҳияи Панҷакент. сипоснома ба Низомов Хуршед, муовини директори мактаби варзишии шаҳри Панҷакент. ҳамчунин сипоснома ба Нурова Маҳина, мураббии гурӯҳи рақсии шаҳри Панҷакент. сипоснома ба Зиёев Хайём, бозингари дастаи саразми шаҳри Панҷакент. ҳамчунин сипоснома ба Рухшона Бобобекова, соҳибкорбонуи шаҳри Панҷакент.
ورزش شهری پنجکن و مرادف کامران بازیگری دسته سرز و کارمند ساحه تندرستی. سپاسنامه و جهانی عبدالله چمپیون ولایت سوخت. همچنین سپاسنامه و دلربای کردی علی مربی گروه رقصی بخش فرهنگ. سپاسنامه و عمر رمشق چمپیون جمهوری تاجیکستان آیین و داشتن طرز آزاد. همچنین سپاسنامه و جرایف مفتون صاحبکار جوان نماینده شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکن. سپاسنامه و سیادف رمضان فعال جوان شهر پنجکن. سپاسنامه و ریزوی و روشانه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. همچنین سپاسنامه و رحمانبردیف اکرام گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. سپاسنامه و رحمانبردیف اسلام گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. سپاسنامه و مطربوف اردمه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. همچنین سپاسنامه و بازارف جهانبخش گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. سپاسنامه نوبتی و عزیز مرادف سیحون گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. فعال جوان با سپاسنامه قدرشناسی کرده می شود. همچنین سپاسنامه و بهادر و تهمینه. چنین سپاسنامه و یور و گلزیره. سپاسنامه و جمعه و فرزانه.
سپاسنامه و ارباب و سعادت سپاسنامه و ترسونف صاحب جان همچنین سپاسنامه و اسرائیل زاده نظیر بانو سپاسنامه و زمان و شهزاده همچنین سپاسنامه و عثمان خلف بهرز سپاسنامه و محمد خلزاده سعید جان سپاسنامه و جوان فعال محمد زاده سنت الله سپاسنامه و نصرالله و صافیه همچنین سپاسنامه و بابای و داریس برای جوانان فعال سپاسنامه نوبتی و رخساره اکتم سپاسنامه و جوان فعال عبدالشهید ابو ریحان سپاسنامه و شمسی عظیم جان همچنین سپاسنامه و اکرام زمیر سپاسنامه و برادر احمد جان سپاسنامه و جرایف امید سپاسنامه و جوانی فعال بابا مولای محمد باری دیگر جوانانی که با سپاسنامه و تحفه ها قدرشناسی گردیدند تبریک و مبارکباد میگوییم.